همش را به خاطر دارم. چیکار کرده ایستاده؟ چرا در محله با سلاح میپرن؟ وای وای وای، امام مسجد دامون سیاه کلتکیل است بود است. اکنون همش با آخر رسید. شکری خدا، همش را با یاد آوردم دامولا. آخه چی رو با یاد آورده شما؟ چی گفته شده آقای کنان؟ هیچ چیز رو نمیفهم. چی خیل نمیفهمی دامولا کلتکیل است؟ دامولا کلتکیل است؟ این چی خیل گپ است؟ چی شده ایستاده است؟ ای آخر دامولا زیا هم تو هستی، کلتکیل است هم تو هستی. تو را میگویم. شما چی خیل گپ زده ایستاده؟ کلتکیل استش کی؟ زیاش کی؟ شما چی خیل گپ زده ایستاده آقای کنان؟ همش رو فهمیدم. میگویم دامولا حافظم به جایش آمد، همش به یادم آمد. مشکلیتون رو حل میکنم. با خدا که آقای کنان خفه نشوید و با فکرم شما مرا با کسی آمیخته کرده ایستاده. هر مالش من کار زیاد دارم، من باید روم. دامولا، من مسئله حیات و ممات گفته ایستادم، شما باشید کار دارم گفته ایستاده. چه خیل کاره؟ من کاری شما رو چی کنم؟ مشکلی من هم مسئله حیات و ممات است. خیر همین خیل گوید، من هم با شما میروم. با کجا؟ با کجای روید؟ من هم روی شما میروم. این چه خیل گپ است آقای کنان؟ دامولا بسیار گپ است. تو حیاتی مرا نجات دادی کلتکیل است. از این بعد من تو را هیچگاه تنها نمیگذارم. ای برادری من تو را هیچگاه تنها نمیگذارم. آقای خانم از برای خدا در محله این خیل نکنی. نمیروی گفتم. حاله تو چی کار کردی ایستاده ای؟ تو چی کار کردنت رو میدونی؟ تو با یک پلیسی وظیفه‌دار مانع شده ایستاده ای. تو این رو میفهمی؟ بله مانع میشوم. چیکار میکنی؟ مگر مرا دستگیر میکنی؟ آی چیکار کنم؟ برادری من کلتکیل است. در اینجا تو مرا تنها نگذاشتی، حیاتم را نجات دادی. من تو آخری عمر از تو قرضدار هستم. چه خیلی یاده؟ مگر شما همه شو باید داره؟ من نیرم. و هیچ کجا نمیروی اونا؟ زنک جانم عزیزم گوش کن، این دفعه همش تماما دیگر خیل است. کلتکیلت رو یک دفعه دستگیر کردم، یک بار به دستم افتاد. من این آدم رو در همه جا جستجو داشتم، اما در جایی که هیچ انتظارش نبودم در یک مرکز دلخوشی با من روبرو شد. انا بین بختم بلندی کرد. گذار این بختم رو استفاده کنم. التماس اگر بختت بلندی میکرد اونا تو کلتکیل رو از دست نمیدادی. دامولا همش رو به یاد دارم، جزئی ترین تفصیلاتش را هم به یاد دارم. همش از پشت این زنی فاحشه شد. امشب چون به این صورت نگاه میکردم، همش چون آینه این میدون از پیش نظرم گذشت. دامولا او را چنان دوست داشته بودم که تنها خانم سلیم با او مانند است گفته با او عاشق شدم، اما او از برای در این حال قرار داشتم مرا دوست نداشت. کلتکیل است که فکر میکردم که مرا به این حال گرفتار کرده است. یافته انتقامم را گرفتن نتوانستم. دیگر حیات چی معنایی داشت که آن کار را کرده نتوانستم. آن فاحشه را کشته نتوانستم. چرا میدونی؟ انسان
با دوست داشته‌اش ضرر دادن نمی‌تواند. او را بسیار دوست می‌داشتم داملا. برای او تا به مقداری به جنت رفتن ثواب و تا به مقداری به جهنم رفتن گناه کرده می‌توانستم. او همه چیزی من بود. اما چون فهمیدم که او به من خیانت کرده است دیوانه شدم. دنیایم تیره شد. ای بی‌شرف! جا میکنم چیکار میکنی؟ خانم جا میکنم تو را میکشم. بازی نیست. در دست سلاح انتظار شدم. به داخل چشمانش نگاه کردم. این کارو نکن خانم. هیچ نترسیده بودم. محو شده بودم. روزها هفته ها مست گشتم. به خودم به آدمان ضرر رساندم. روزهای از همه بدی حیاتم بود داملا. مست و الست دیر به خانه رفته بودم. زندگی کردن نمیخواستم. و به خانه تو آمدی. تو کیستی ها؟ تو در خانه من چی کار میکنی ها؟ اکا با خدا که من نمیدونستم که خونه شما یک قدم نبود که با خدا که تو رو در اینجا میپرونم. خاطره ای من تا همان لحظه به یادم بود. از همین سبب مرا تو پراندی گفته فکر میکردم. اما این دفعه همش به یادم آمد. نیست پران نگویم. نکن اکا اصلا این کشی پران نمیکنن. اکا ایست اکا پران اکا تو چیکار کردی؟ خیز اکا چیکار کردی؟ خیز در آخر به یاد آوردم. اگر تو نمی بودی یاری تاجیل رو جیغ نمی زدی من در آنجا می مردم داملا. این حال را بینه تو حیات مرا نجات دادی. من برای کشتن تو تمام قوه و هستیم را صرف کرده دنیایت رو تیره کردم. خاطره هست کو بسیار چیزی عجایب است. یکی من تو را میکشتم. ها من با این در چه خیل زندگی میکردم. چه خیل زندگی میکردم. از برای من شده یگان چیزی نبود که به سرت نآمده باشد. از روی صادر کردن جنایت به حبس افتادی. از محبس گریختی. اما نترس. اکنون از این پس در برات هستم داملا. پشتیبانت هستم. از این بعد رفیق حیاتی من هستی. مرا ببخش کلتکیل است. التجا میکنم مرا ببخش. برای مشکلی های گرفتار کردم. برای درد های دادم مرا ببخش کلتکیل است. یعنی کرامات در سله و جامه بوده است. ببینید دامهای ساخته تو را مانند جین را برآوردن از این مسجد میبرارم. اللهم اجیرنا من دامهای ساخته. اللهم اجیرنا من شر این دامهای ساخته. عزیزم ثبت ها میگویم. فیته های ثبت میگویم. مسئله حیاتی را در آنجا در بر گرفته است میگویم. مالش گرفته رو. با خونه دیگر تو رو راه نمیدهم. گرفته رو. چی شد تو دختر؟ اکنون همش با آخر رسید برادرم کلتکیل است. از این پس دیگر گریختن نیست. رفته بیانات میدیم. به فکری من تسلیم شد. از همه زیاد 5-6 ماه نشسته میبرایی. هم ببین دزدی را هم پرتفتی. داملاگی کردی. با ما راهی راست را نشان هم میدهی. از تو فایز گرفته استفاده کرده ایستاده ایم داملا. با خدا گناهی از محبس گریختن اونقدر کم نمیشود آقا. داملا از روی گناهی که صادرش نکرده ای در محبس نمیپرسیدی آخر. هم نترس. از این پس من در برات هستم. از همه ادوکت های عالی را به تو میارم. هیچ چیز نمیشود. خواطر نشم. دخترم زهرا چی شد؟ کجای درد داره؟ حاله زنک جانم شما زهرا را گرفته به خانه درآید. او را خوابانید به اون مشغول شوید. من کارم را زود حل کرده میآیم. پروا نکنید من میآیم. البته زهرا جان شیرین نکم چی شد؟ کجای درد داره؟ زهرا کجای آی با کجا میروی کنی اینجا بیا. با کجا میروی اینجا بیا گفتم. کجا؟ گردم ده. آی اونال اینجا بیا. جانم خوب هستی زهرا. زهرا
کمک میکن شو دست با تو جان خرج دارم کلتکل است. جانم را نجات دادی، این دنیایم را نجات دادی. بسی نکرد تو آخرتم را هم نجات داده ایستاده ای. یکی خودکشی کرده با آن دنیا می رفتم. تو چی اینقدر آدمی مبارک هستی؟ مانند تو انسان نمانده است. هیچ خاطر نشو. با تو در همه مشکلات کمک میکنم. دائما در برات میشم. اکنون تو رفیق حیاتی من هستی. رحمتی کلان و آقای کانون، من خدا باید روان بسیار کاری تجربه دارم. من هم میایم دامولو. سلامت باشید. این مسئله شخصی است، این خیلی نکنید. اما شما یک چیز رو خواهش میکنم، التجا میکنم. همان مسئله کلتکل است در بین خودمان ماند. هیچ خاطر نباش. سرم را میدیم و سیرم را نمیدیم. خاطر نشم. تو را بچه های ما تا جایی میرفتند میبرند. سلامت باشید آقای کانون، سلامت باشید. تشکر زیاد. شباتان خوش. شبهای خوش دامولو. تا پگان دامولو. خیر این عادتی دهانم است. برادر این چه خیلی ماشین میرانی اگر به مزار مرده تازه مرده ایستاده ای پیشت را نگاه میکن یا خدا تا بفهم چشمانش نمیبینین چی؟ اینجا صدقه دادم بوده است این رو بینه ماشین ها باکی ها امانت شدن بفهم سلام علیکم و علیکم با سلام بسم الله الرحمن الرحیم یا توبه استغفر الله ما برادر هنگام آمدنت آواز براری نمی شود من آمدم گفته چه کنم؟ هنگام آمدنم اگر نغاره بینوزم دامولا توبه کردم خداش کنه دامولا من خواتیر شدم شما مگر این مسجد را از آن دامولای ساخته گرفته توان نیستید بدن این چیست تابوت خالی است آخر برادر مگر نمیبینی خالیست خالی ماشین هنگام رفتنش افتانده است ولی در میبینم دامولا رو از دهان شما شنیدن خواستم هنگام دیدن این تابوت و سرم چی آمد میدانی؟ چی آمد؟ نقشه شاهانه آمد دامولا چی خیل نقشه؟ دشمنی ما دامولا زیان نیست مگر؟ خیر راهی از او چه خیل رهایی یافتنمان رو یافتم دامولا چی یافتی؟ انا حالا این خیل میکنیم دامولا حالا هر دیمان یک جایه انا نیچی از کن رو پوش اون را گرفته بعد زهرا جان حالت خوبتر شده ها؟ بابا جان حالا هم درد دارد شد میگذرد دخترم ای ماشین را کمتر زودتر بیرون با تو گفته ایستادم زود باش گاز را زیر کن باز با سر من زوری دارم ده عجایب کار شوهر زورا در اینجا نیست مرا جنگ دارید آخر چرا این آدم نیست مرا گوش کن تو مگر به دامولانز یا زنگ زدی که از پسش گپ میزنی ها رفیق غیبت چی کی من غیبت چی مانده من او را حتی نمیشناسم دامولانز یا بسیار خوشبخت است از آنی که روی تو را ندیده است آقای اکرم مرا رنجانده ایستاده اید بس بسیار گپ نزن من به دامولانز یا زنگ زنم بیاید بابا جان ایسید شما ناراحت نشوید من خودم به او زنگ زدنی بودم مایلش زیا جان مرا به بیمار خانه برده ایستادن بخیر است یکم حادثه شد یگان جای خواطری ندارد زیا جان یزنه اون نلم مرا به بیمار خانه برده ایستاده است برای اون رو از من دور کردن به تو سپاسگزارم زهرا تو در کجای زیا جان؟ من به دکانی که شب‌های کامیرا میباشد به آنجا آمدم کمتر پس در آمده پلیسان آمده کارها رو حل میکنم بسیار خرسان شدم زیا جان میلش جانم تو آن کارها رو حل کرده بیا میلش چی خیلی کاره؟ از تو دیدم مگر کارش ضرورتر است مگر این خیلی میشه بده پر؟ کار دارد کارش رو حل کنه بعد میآید آفرین دخترم من همین هیچ واهی من نکن کارش رو تمام کند بعد میآید
زهرا کنی اون تلفن رو با من ده چرا یزنا؟ با بوجم گپ میزنم با او شناس نشدیم آخر اقلا با تلفن شناس شویم بده یزنا جان او حالا مشغول است یک روزی دیگر گپ میزنین میلش؟ آخر شیرینم تنها سلام میگویم دیگر هیچ چیز نیست بده کنی ده با من ده زیا جان تلفن رو به یزنا میدهم. چیکار میکنی؟ الو دوملا زیا یا خدا توبه من هم پزمان شدن آواز تو بودم از کجا برآمدی؟ خاموش کرد یزنا چی من گفتم که یزنا با تو گپ زدن میخواهد ممکن نشنیده است از همین سبب خاموش کرد. عجیبه حتی با تلفن با او شناس شدن نتوانستم. صدقه داده داملازیا بوده است. کسی از تو دور شود به خدا نزدیک می شود. استاد هجری پسرم تو در اینجا چیکار میکنی؟ زود با من روبرو میشوی. تو مرا پای برده ایستاده. استاد اگر تمام شده باشد پرسم سوال. این رو بینا با سوال من حتی اهمیت نمیدی ها؟ سوال پرسیدم نشنیدی مگر؟ استاد شما سوال پرسیدی؟ بله پرسیدم. در اینجا چیکار میکنی گفتم نفهمیدی؟ آخر گفتم که در اینجا یک خویشمون زندگی میکند با زیارتی اومدم استاد. آخر این روزی گذشته بود. تمام استاد آخر خانه‌اش در همینجا است. تو مگر زود به زیارت این خویشت میویی؟ استاد بیمار از بیمار من هم برای خرسند شدنش میویم. شما هم باید یک پیاله چای بنوشیم ثواب میشود. ثواب میگیرید. نه هجری پسرم نه رحمت کلان. خیر تو زود بیرو. برو انتظار نکن بیمار بوده است. استاد سوالم رو پرسیده بعد روم. از من نپرس هجری. مدام نزد خویشت اومدی از خویشت بپرس. استاد سوال رو خویشم پرسید من جواب دادن نتوانستم برای همین از شما میپرسم. چیکار یعنی؟ سوالی که خویشت پرسید اومده از من میپرسی؟ بله استاد. اویلی سوال پرس میباشه. لبا استاد. نه هیچ چیز نه. من حالا هیچ در حال به سوال جواب دادن نیستم. بسیار کار تجلی دارم. تو حالا بیرو سوالات رو بعد میپرسی. خیر نباشد کاری تجلی داشته باشد پگاه میپرسم میلش. انا دیدی بسیار کار خوب شد. میپرسی پگاه اکنون بیرو تا بازی. یا کی استاد این خیل میکنیم سوال رو من حاضر میپرسم جوابش رو پگاه شما میدید میشود. این چی معنا داره؟ استاد آخر شما کاری تجلی دارید کو وقتی شما رو نگیرم گفته این خیل کردم. نه هیچ نپرس. استاد پرسم. نه نپرس گفتم نپرس. استاد کلتکلس حیوان گناهگار است مگر؟ آخر هجری بین باز چی گفتی تو؟ کلتکلس؟ این از کجا برآمد؟ خویشت پرسید ها؟ قسم پرسید مگر؟ استاد چه خیل قصدم؟ آخر پسرم این چی معنا دارد؟ کلتکلس مخلوق گناهگار است مگر؟ انسان ها گناه میکنند مگر مخلوق ها هیچ گناه میکنند؟ آخر کلتکلس چی گناه دارد؟ همه شما به کلتکلس چسبیدید. استاد این روایت دارد انا آن نمرود کافر و ظالم است کو وقتی حضرت ابراهیم را با آتش پرتافتنش مرچه ها برای خاموش کردن آتش آب کشاندند. کلتکلس باشد برای علنگه گرفتن آتش پوف کرده است استاد. آخیراً همین خیلی روایت است. یا خدا توبه گناهی کرده یک کلتکلس رو با تمام کلتکلس ها بار کردن مگر درست است؟ آن گناهی آن کلتکلس است. گناهی کلتکلس ها دیگر چیز یعنی تمام کلتکلس را نسبت دادن لازم نیست. میلش نباشد همین خیلی می نویسم یک کلتکلس گناهگار باشد همش گناهگار نیست. عینا نجری عینا شد نوشتم استاد خدا از شما راضی باشد خویشم هم خرسند میشود. خوب هجری پسرم خیر تو بازی شب خوش استاد. خداحافظ. ای خدا تو رو زند هجری مرا بگم گرفتی کمتر دیگر مانده بود که دستگیرم میکردم. بلا زند لیوینت بیایید به خانه برگردیم من خوبم. سفسطه نگو زهرا چخیل به خانه برگردیم. تا اینجا اومدیم رفته یک خودت رو از تشخیص گذران با دکتر نشان دادن در کار. ما به همین هم با بیمارخانه نزدیک شده ایستاده‌ایم. پاپا جان من خوبم هیچ چیز نیست. یک لحظه بود گذشت. بیایید به خانه برگردیم. هیچ ناراضگی نمیخوام. راست به بیمارخانه میرویم. تمام. من خوبم. دخترم تو خوب هستی؟ کنی بینیم حال طفل خوب است؟ تو هم گاز را زیر کن زود باش. من خوب بودم. زورو سردارم ما ثبت‌های کامراهای دکان‌ها را گرفتیم. راست به شوبه می‌رویم. به حجره ثبت‌ها گذارید. هیچ کس نرسد. من زود میآیم. تمام سردارم خاطر نشوید. پروفسیونالم. مرا گوش کن پرویزی مایید. این سیدی را گرفته با لند کروزر به شوبه می‌رویم. با دقت باش و تا آمدن سردارم
این ثبت را هیچ کس دست نمیرسوند. فهمیدی؟ فهمیدم سردار. پرویز بدم. اطاعت سردار. تیفل یکان چیز نشده است نه؟ نه بابا جون هیچ چیز نیست. در زنهای حامله‌دار خیلی چیزها میشود داخل. حالا دکتر برآمده خوب بودنش رو میگوید. خواطر نشود. خیر نباشد من روم یگان چیزی مهم پیدا شود مرا خبردار میکنید تو باز سرستا نگونم با هیچ کجا نمیروی مگر ما رو در همین حال گذاشته میروی. آخر حیاتم زنک جانم عزیزم دختر در ماشین وق وق گفته داد زد من یگان در ندارم گفته با شما فهمونید شما نفهمیدید گذار من روم کارو بردارم تو هم باشی با من وق وق کرد داد زدی شده چرا برو نمیفهمی حله با هیچ کجا نمیروی دیوانه هم کردی اوف. بگذار رود بیا اینم وای در اینجا زیادتی است. انا اکنون زیادتی شدم آقای اکرم. بله من در اینجا زیادتی هستم. تمام مایلش پس من میروم با اجازت شما. انا دیدید بهانه‌اش رو یافته رفت. خانم زهرا دراز کشید شما رو تشخیص کنم. خانم دکتر من دراز نمیکشم شما باشید مرا تشخیص نکنید. با شما من یک چیزی مهم رو گفتن میخوام. مرحمت. من حامله دار نیستم. نفهمیدم. ولی نزدیکانم مرا حامله دار میدانند ولی من حامله دار نیستم. حالا آدمونی در بیرون ایستاده سلامتی یک طفلی نبوده رو میخواهم بفهمم. متاسفانه همین خیلی یک حالتی بود که من مجبور بودم که خودم را حامله دار اعلان کنم. اگر بابایم حامله دار نبودنی مرا فهمند من محو میشوم. از شما خواهش میکنم با بابایم بگویید که من حامله دارم. خواهش میکنم با من کمک کنید. خواهش میکنم. خانم زهرا متاسفانه من این کارو کرده نمیتونم. من با اینجا چی خیلی دارم خدایا توبه چی شد این خیلی ناگهان؟ با زهرا چی شد؟ اما کی اکرم زهرا خوب است؟ زهرا خوب است انشالله که طفل هم خوب است. چه خیلی طفل؟ حاله طفل زهرا رو میبید انشالله که خوب است. زهرا حاضر در کجا باشد؟ در درون با دکتر است انشالله خوب است. خوب است خواطر نشوید چه خیلی میشود خوب است آخیر آنکل نه دیوانه میشوم آخر از سلامتی طفلی نبوده خواطر شده ایستادن. دیوانه میشوم. مادر جان اقلا در اینجا خاموش شوید. طولی این التماسا چی التماسا؟ بس کن. آی با من نگر. حالا زهرا چقدر شرمنده میشود همه اتون میبینید. مادر بس کنید
باش. خانم زهرا رو از همه تشخیص ها گذراندیم. حالش بسیار خوب است. خانم دکتر طفل چی خیلی است؟ در اینجا چیکار میکنی؟ آقای پلیس تازگی کرده است. تازگی؟ چه خیلی تازگی؟ کی با تو گفت که تازگی بکن؟ راستی کمیسر اونال گفت. کمیسر اونال؟ خدایا توبه. چرا کمیسر اونال خیلی گفته باشد؟ شوبه را تازه میکردگی ها معلومند. براستی نمیدونم، اگر خوبید رفته از کمیسر پرسید. مایلا تو کارت را دوام ده. برای کار. سلامت باشید. چرا خاموشید؟ یا به طفل یگان حادثه رخ داد گوی داخل. خانم زهرا یگان درد ندارد. طفل چی؟ طفل خوب است بابا جان. طفل بسیار خوب است. بسیار خوب. شکمش کمتر درد کرده است. از همین سبب کمترکک درد داده است. به خوردنم کمترکک دقت دادنم لازم است. به غیر از این تمامی تشخیص ها خوبه. بسیار خوب. همین خیلی نه دکتر. بسیار خوب. بسیار خوب. چی خیل؟ یعنی زهرا در حقیقت حامله دار بوده است؟ اون خیلی است. باور نمی کنم. ای باز سر نکن تولین. سردارم میتوانید با لوین فخر کنید چون که نواره ها رو با یک عذاب به دست آوردیم 40 گیگابایت رو در یک دیسک سی جی خونجاندم روده هم ورم کرد رفیق سردار من میدونم که کلتکیلس مثل موش در همه جا پیدا می شود لوین مگر دیوانه هستی؟ نه به خدا چرا کلتکیلس به اینجا در آید؟ کنی اون رو ده این رو بین سب در دستش بوده است با بالا گرفتار نمیشوی گفته به زهرا اونقدر وعده دادم محافظت کردن نتوانستم آقای خانم آقای زهرا سلام گفتم اگر وقت داشته باشه در مکانش انتظار است گپ داشته است خوب من هم با او گپ دارم اجدرا رو نمیگوشوید این رو چرا تو در جربت میکردانی مگر دیوانه هستی هیچ چیز نشون نمیدید بیرون کردی یه سردارم چرا شما با من داد میزنید همین سیدی در کیسه هم بود من چی میدونم که در درون سیدی چی هست و چی نیست این سب در کجاست تنها تاریکی است سردارم من فکرم کلتکیلس در درون همین سیاهی پنهان است که ما او رو دیده نمیتوانیم لوین حالا سیمای تو رو هم سیمای کلتکیلس رو هم سیاه میکنم مگر جای شوخی است سردارم من شوخی نکردم من فقط فکرم رو بیان کردم ای ابلهی بیاخ از پیشم دور شو باز در اینجا لط و کوبت نکنم برادر در این دنیا خود به خود گپ زنی هم گناهکار میشه راستی گپ به این کار در جانم اومدگیه همه وقت حقارت میشونی ای برادر تو کیستی در اینجا چکار میکنی؟ لوین دمت رو گیر تو بیمار هستی که خود به خودت گم میزنی از سببی که سردار ما را جمع کرده ایستاده است با آوازی پس
در اینجا چیکار میکنی؟ مقصدی تو از کشتن همین بود؟ تو مگر دشمنهایت رو آغوش کرده میکشی؟ تو چی میگویی؟ تو رو همراه کلتکیلاس مانند دوست دیدند. خیر، چی شده است؟ نفرتی که در بینتون بود چی اینقدر زود به دوستی مبدل گشت؟ یا اینکه تو مرا مسخره میکنی؟ برادر از تو پرسیده ایستادم. کریم اگر تو کیستی در اینجا چیکار میکنی؟ من برای از کمیسر گپ نشنوید گفته جواب ندادم. سلامت باش، آدم خوب بوده. این سردارم و خیلی من همین خیل است. یکان کارش برام نگیرد من رو جمع میکند. او به من هیچ چیز نیست. بیا کپا زیاد نکنیم. تو در اینجا چیکار میکنی؟ کدوم شما به اینجا آور؟ من برای تازگی آمدم آقای پلیس. برای کار نباشد. یک چیز را پرسم، عینکتون از استخوان فیل است؟ بله از استخوان. کو بیا بار بینم. واه، عینکتون در تاریکی روشن نشان میده است. عینک تو بسیار ویران بوده است. نباشد بازار رفتم مثل عینک شما عینک میخوام. خیرت کشوده شو. خیر، من باید روم خون برای کار. چی دیسک شد سردارم؟ گوش کن سقراط، خوب گوش کن. کلتکیلاس از این پس برادری من است. اگر با او ضرر رساندی یعنی با من ضرر رساندی دانسته باش. کنان تو را بیهوده دیوانه نگفتند. این نام به تو بسیار موافق است. آدمی را که تو دیروز برای کشتنش جهد میکردی حالا باشد برای زنده ماندنش جانی خودت رو فدا میکنی. احترامت میکنم، خطا نفهم. بسیار سفسطه نگوی سقراط. من گپم را گفتم. کلتکیلاس از این پس برادری من است. از او دور میشوی، فهمیدی؟ متاسفم. مانند کلتکیلاس دیگر دزدی ماهی را از کجا مییابم؟ او دستگیری من میشود. از این پس من به واسطه او همه درها را میگشایم. من چی خیلی گپ زده ایستادم ها؟ با فکرم مرا نفهمیدی. من گپم را با تو گفتم. از کلتکیلاس دور میشوی. اما گوش کن کنون. سقراط فیلسوف میگوید که برای از ترس نجات یافتن در حیات از چیزی که بسیار میترسید روزی به سرتان آمدنش را قبول کنید. من از چیزهایی که خواطر میشدم سالهاست که خلاص شدم. اکنون دیگر آتشی در دنیا نیست که مرا سوزاند. تو هیچ غم مخور. بچه ها تو را همراهی میکنند. به سگ بچه هایت احتیاج ندارم. من را همراه خودم میابم. طرفیز چی کار میکنی؟ بخشش سردارم، خطا کردم. به فکرم به آخر راه آمدیم. آن زن را اگر دستگیر کنم این طرفش آسان است. اگر زهره رو بینند همه چیز به آخر میرسد. اگر حتی تسلیم شوم هیچ سودی ندارد. این نوبت درباره کلتکیلاس ها با شما قصه میگم. حیات کلتکیلاس. این چی هستی؟ این عالم حیوانات است. درباره کلتکیلاس است سردارم. کلتکیلاس خزنده بسیار جست و چالاک است. این چی سفسطه؟ شما مرا مسخره کردید ایستاده؟ ثبت اسامی در کجاست؟ کلتکیلاس بسیار خزنده دانا است. برای هیچ وقت دستگیر نشدنش همه وقت جای پنهان شویش را می‌یابد. دستگیر کردن آن غیر امکان است. کلتکیلاس دوملی پرتاد کو سردارم؟ بلازنده ناغده براها از اوده یک کار هم نمیبراید. به شما یک چیز را باور کرده نمیشود. برای دف شوید در نظرم گم شوید. برای روید. چی گپ شد؟ روید. ثبت رو کی باز کرد؟ دف شوید گفتم. مرا تنها گذارید. یک ثبت را محافظت کرده نتوانید. برای گوشه دوی من پشت شما لبن گپ میشنوم. چی گپ باشد در سر لبنت؟ برای نمیجن. من نبینم حق تو نبینم. برای او پیش از شما حرکت کرده به جای ثبت رفته. ثبت ها را عوض کرده داخل. کلتکیلاس هنگام شکار رنگش را عوض میکند. اوی کلتکیلاس. اوی کلتکیلاس. کلتکیلاس از ترس دومش را میپرتاید. خدایا آخرین صفحه رو کی از اونجا گرفته باشد؟ دیوانه بشوم.
خیل شده است؟ صدها به کی لازمند که آنها را تازه میکند؟ نمیدانم. باور بکن که نمیدانم. صاحب در دست دیگر کس بوده میتواند. یکی به دست پلیس افتاد؟ نه نمیافتد. نه اگر به پلیس میدادند صاحب رو از دست پلیس نمیگرفتند. اینها کیستند؟ از ما چی میخواهند؟ نفهمیدم آخر. نمیدانم. آفرین، بسیار کاری سودمند کردی. یک دقیقه انتظار شد. زنی زیبا بوده است. کالتا کلاس را از چشم دور نسازید. پیگیری را دوام دهید. خوب شده سردار. اما زهرو وقت به دست آوردن. یعنی صاحب در دست پلیس نیست. مهمش این است. آخر خود این حریف ها مرا جستجو دارن. با تو هیچ علاقه ندارن. خاطر نشم. تو رو به این کار همراه نمیکنم زهرا. کالتا کلاس من به تو برای خدمت های کردت بسیار سپاس گذارم. چرا؟ خودت را برای من شده در خطر گذاشتی. برای هر دویمان کردم. نه پلیس ها آخر تو رو میشناسند. تو مرا نجات داده. من در حقیقت بسیار عذر میخواهم برای گپ های بدی به تو گفتم. مهم نیست، اهمیت نده. من اونها رو فراموش کردم. اپا تو خطا کردی. تو رفته باید با شرکت بارکشانی شرطنامه می‌بستی. یک تا ماشین بارکش، یک عربه، باز آدمان آنها برای بار میکشوندن. آخر تو لباسای خانه‌ات رو بار کردی. این در بلا موندم. کالتا کلاس فهمد دهان بینی مرا میشکنه. شقت مانند زنها پرکپی تمامی رو گوشم را تر کردی. خودتون را در قصر جا کردید. کیف صفا دارید. اپای جمیلتون باشد به خانه و در گردد. شما باشید شاهانه زندگی کنید. نه این خیلی نمیشه. اپا همه آواز و شیرینه کمتر بلندتر دادم. قریب که همه فهمید. این چرخوی چمدان چکستگه در دستون برداشت و فکری مرا نمیکنید. شما دید خانم. آقای اکرم این جوان ها بسیار شکایت میکنند. از کمترین کار خسته میشوند. حالا به سرشان کاری دهنه آمده است. راست میگید خانم. بسیار راست میگید. پسرم ده. نه پسرم ده گفتم. آقای اکرم التماس لطفا سر. آقای اکرم خوب است. آقای اکرم خیلی در جایتون. خیلی میگویم. اولی حضرت چیکار میکنید؟ خوب است؟ آقای اکرم خوبم. تمام خواهش میکنم. شما رو ترساندم. روز میخوام. مرحمت. ای خدا میدرارم. شما برای من در روکشوی بس. گذر بیاکرم. خطا بدن سگه فشته بردن چی هم دیوه؟ گذر آخی؟ خوردن چونون پسند آمده است که خودم را داشته نمیتوانم. با نزدیکی دم کرده میگردم. زورا تو چرا اشتها نداری؟ آزاری من؟ چی خیلی؟ نمیبینیم ما بجور؟ چی خیلی خودم را داشته نمیتوانم خورده ایستودم. خودت را بین و مرا بین. تشکر ایزی. نمیارزه. میخورد. خوب میخورد. همش دروغ است. بیایید خانم. یا خدایا خوش دامنم دوست میداشته است میگویم اما من خوش دامن ندارم آخر. این زن کیست؟ آیله بزرگ به من گوشتی. شما را با خانم جمیله شناس میکنم. خانم جمیله به دامادم دامولازیا اپش میشود. به شما اشتیایی دارم.
کلس در خانه ما میمانند. شوکت جامدانهایشان را به درون درار. خانم مرحمت. چی خیل ثبت نورده چرانه بلا زند اوی کالتاکیلاس سردارم کالتاکیلاس کمیلای دکان را با فکرم شکسته است همین خیلی پدرش نالت شیطان لبی آبتش نمیبره و میاره دیوده او را کالتاکیلاس نمیگن لوین سفسدگوی را بس کن برا دیوانو نکن رفته به من تمامی سبتای شو را گرفته بیار تینجه سردارم زود از پیکار شم خیلی زود در شم باز تینجه است میگویم کاری تو چی؟ داماد اپاتان خواستن که به تو سورپریز کنند درباره در اینجا ماندنشان را به تو گپ نزدم. بله بابا بسیار سورپریز شد. سلامت باشه. تو اپا داشتی؟ من خودم نفهمیدم. چی؟ حالا فهمیدم. домолозиё апа доштанатонро намедонистем ин хонум ба тӯй ҳам наомада буд ку мо вақте бисёр мешавад ки мо қарӣ будем ана навошти шудем апаи домлои масҷидро бина боварӣ дорам ки инашам апаи сохта аст. уф модар шумо ҳама чизро сохта мегӯедӣ? бале сохта аст. сохта. хайр ой келин духтара апаат ро хушомадед намегӯӣ? ман? бале ту хуш омадед. ҳа намихел писараки зеборо ба даст овардаӣ духтар ту молшинос будаӣ офарин ба ту аз хӯрдан мекафад. خانم доё бобоям чӣ кор мекунад? خانم جمیله میبینم اشتیهایتان نقص بوده است. бале ҳамин хел аст бародарамро ки дидам иштиҳоям хеле хуб шуд اشتهای من باشد گریخت دیگر نقض نمیشود. ту беҳтараш хӯрданро бас кун намебинӣ дам кардаӣ чашм нарасад боз аз хӯрдани бисёр накавӣ فروخ میبینی مرا دم کرده ای گفت خودت دم میکنی. آش شود آش. اوه بسیار سپاسگزارم آقای اکرم. بین انا این حریف احمق را بین انا بین در چوب است انا بین آدم تا با اتاق کاریمان در آمده است شما کجا را نگاه میکنید مگر خواب است تمام شوب خواب است چرا این حریف را دستگیر نمیکنه لوین این محافظا کجا را نگاه میکنن رفیق سردار این حالا بین و در جمع برم قطعشون دیگه خیلی گپ میزنید این چیست ها؟ چی است؟ این؟ آی لوین این چیست کنه بگو بله سردار این منم اما آدمی که با او گپ زده ایستادم او را نمیدونم شما در اینجا چی گپ زده ایستاده؟ درباره چی گپ زده ایستاده؟ لوین با وای حریف درباره چی صحبت کرده ایستاده؟ ها؟ وای تو با حجره ثبت کنی در آمده است شما درباره چی گپ زده ایستاده؟ وای ابلهی به عقل تو مگر کور هستی؟ تو مگر خائن هستی؟ سردارم خفه نشوید و کمتر عیب شما هم شد خیلی عیب من آخه سردارم چون که شما با من گفتید که خود به خود گپ نزن من پاشم با آوازی پس با او گپ زدم گفتم که تو کیستی چرا با اینجا آمدی او با آوازی پس جواب داد و من نفهمیدم که او کالتاکیل است رفیق سردارم وای احمق بفهم وای با آوازی پس گپ میزند گفته از سیموهای شما رو نشناختی ها یک دقیقه سردارم لطفا آرام شوید فرض میکنیم که کالتاکیل با اینجا برای صبر گرفتن آمد خیلی گرفتن میره حالا در اینجا چیکار میکرد یعنی چی خیر یعنی میگویم که سردارم کالتاکیل برای گرفتن ثبت آمد و عوض کرده شدن ثبت را در اینجا فهمید یعنی که معلوم میشود که این کار را کالتاکیل نکرده است در بروتای خشل جانم کالتاکیل کار بفرما هوشیار شو هوشیار بله لوید مگر تو امروز به جای عقلت عقل دیگر کس رو استفاده میبری سردارم من خودم رو تعریف نمیکنم لیکن این کارو برای من میده چوده
سردارم به طرف شما باور میکنید یا نه در این موضوع من پروفسیونالم. خیر نباشد این صفحه را کی بس کرد؟ این داشته باشد سردارم شما یا بید همه چی رو من میابم. برو دفشاو سردارم شما وزمین گم زدیست. برو وای کلتاکیلاس من اینها را از بین یک میبرم. حالا میبینی به تو میگویم این زن کیست؟ زهرا این زن با بالای من و شوکت حق زیاد دارد. بسیار زن مهنتکش و غمخور. در وقتش ما را خوب نگاه بین کرد. خیر حالا چی میشود؟ در اینجا میمونه؟ نه البته که نمیمونه. خودت دیدی. اما من این خیلی فکر نکردم. نه من حل میکنم. در تویمون کم نبود که باز به سرمون یک اپه ساخته دیگر آمد. به همین هم در اینجا مانده نمیتواند. این خیلی نمیشود. تو بزدید. این دختر زیبا است و اما آنقدر آدمی خوب نمی نماید. اپا از برای خدا چی گفته ایستاده؟ لباس باید رو جمع کرده اومده. ما مگر چی گپ زده بوده؟ برای تو یک جا تامین میکرده مگر خیلی نگفتیم؟ ای به جای اینکه خودسرد شوی چون به خانه یک بوی دختر در آمده ای هوا بلند شد. اپا این خیلی نکن. هوی من هم به تو هم به شفقت کم مادری کردم ها؟ حتی ته پوشتون رو میشستم. اپای جمیله چرا در این موضوع ها گپ میزدی ها؟ درباره چی گپ زنم اخیر؟ خدایا توبه پسرم رو هم رو گم کردم اخیر. ای خیر به تو چی ها؟ مرا آقای اکرم دعوت کرده است و فکرم مجبوری در اینجا نمیمونم. خوب آقای اکرم تو رو برای اپای من بودنت به اینجا دعوت کرد. مگر من اپای تو نیستم؟ آخیر اپا جان چرا این فیلم میگویی؟ این خیلی نکن آخیر. اوف من چیکار کردم؟ اپای جمیله در اینجا موندن نمیتونم. البته التماس ما رو هم میفهم. به همین همسرم در هزار بلا است. یعنی یگان راهش رو حل میکنه. من با تو یگان جایی اسم میابم بعد میدیم. من حالا باید با مسجد روم بخشش. حالا تو در حقیقت نماز میخونی؟ نمازهای آدمان بیچاره را فساد میکنی. گناه است گناه. چرا آخه؟ یا توبه با طور درست نمازها را میخونم. تو؟ من اما گفتمانم اون سلب و جیلک و تو بسیار زیبیده است. اکنون تو مثل امام شده ای. کلتاکیلاس بسیار هم خوشروی. اپا جون خاموش شد. بسیار خوب. اپا و دادر دیدار بینی کرده ایسایی ها؟ ماشاءالله. بله من باید به مسجد روم با اجازت شما. میلش؟ تا بازدید اپا جون. خدا قبول گرداند دامولا. سلامت باشد آقا. ماشاءالله به دامادی من چشم نرسد. خانم مرحمت به درون دراییم. شوکت آبه برادر. جویان برادر چی شد؟ اینجا تو گفتم. برادر خودت رو به دست گیر چی شد؟ خیلی برادر. برادر از این هم مشکل های وزن‌تر رو ما یک جوی پس سر کردیم. برای یک کاری میل شده تو عصبانی میشه گیر تو ما ای چی شد آخر من باز چیکار کنم؟ از برای خدا یگان کار نکردم. دو این بلاها رو به سر من میزنی برادرم. من چی گناه دارم؟ گوش کن زندگی کردن تو گناه است. آخر اپای جمیله باید از اینجا میرفت مگر مصلحت نبود. همین خیلی بود. من با اپای جمیله گپ زدم لیکن بیوه میدونی چیکار کرد؟ با بابی اکرم گفت که من اپای دوملوزیا هستم. این پیرخط باشه او را گرفته به خانه درآورد. همینجا من گناهکارم. کنی گپ زن؟ مدام این خیلی گپ است. چرا با من نگفتی؟ چیکار میگفتم؟ من خواب بودم. خستم که اون نیست. بیرون برمونم در بیرون با اون پیرخط چخچخ دارم. من اون را دیگه چیکار میترسیدم؟ اوه تو اگر از من میترسیدی قمار بازی کرده سری ما رو با اینجا بیا. ایست تو گفتم. ایست. یک موسیقی ما کیده بیا بچه. یک موسیقی ما کیده بیا بچه. نمیک این چی لباس است؟ چه خیلی کاری نمون با تو معقول شد. من یک ماس فروشی گذاشتم من. نه خود شورک چی شد؟ ای جانم این مفلس شده است مفلس. اپا جون تو درباره کدام مفلس شوی گپ میزنی؟ من روزانه اخماس میفروشم شبانه باشد نخوتی شورک. این را برای تو سوارجان میکنم جگر تا بخورم دو طرفه کار کردم قدری مرا بدونی. این را بین برای از عهده کار نبر اومدنش روز دیگر کار میکند و شب دیگر. اپا لطفا یک مرتبه بخیر باشد بگوید. التجا میکنم بس است آخیره. اپا جون بیا برای توی اخماس جمع گیر. نمیخواهم خدایا توبه. من میخورم. این اپ نمیک کنی بده. یک دقیقه
دیده نمیک نباید این خیلی شده دیده نمیک کار دارم ای من رفتم تو بازده یک بازه قیمه خیدم یا بچه آخیرش ماندک مرحمت کنن من جورم با این تیلاخ چی کار میکنه؟ دیروز نخودی جوش آمده امروز یک بازه قیماقی پقا باشد جواری مکه ای جگر اخته اینجا بیا یک بازه قیماقی ده بیا بچه یک بازه قیماقی ده بیا بچه مرحمت چی شده؟ باز با یک باز فروشی گذاشتی؟ بله اکم میخودید ای تیلاخی کنی یک باز ده؟ حاضر اکا جان حاضر یک بازه قیماقی ده بیا بچه حاضر مرحمت اکا هپ گیره داخل هپ گیر آها نشو تو چی میخندی حیوان؟ نمیخندم اکا قیافه هم میکل است حالا قیافه ای تو را بیران میکنم گیر اکا کنی بمانده گفتم نامود بمانده بگو مرحمت گیر هپ نشد اکا دیرو بمانده میگویم یک ماس را گیر زود باش مرحمت من خودم گیتا میدم من اکا گیر مرحمت اکا مرحمت دیگه گم شو از اینجا اتهام گم شو حیوان های بیعقل اکا کنون دیگه دملا را میکشم تو خدا جزایت را دهد اکا کنون بخشی زیاد ندیدیم تا بردار مروژی که میخیری ای حیوانی بیشاق داملا کلتکی راست این احمق چیکار کرد که شما رو اینقدر دمانده ایستاده است ها اگر یگان کار باشد در حال حل کنم مولا کلاس گفت ای از کجا فهمید تو کالتا کلاس هستی خاموش شو شوکت خاموش داملا بسیار عذر میخواهم خفه نشوید از دهانم یکی برآمد آخیر آقای کنان احتیاط کنه در بین محله داملا کالتا کلاس گفتن ناجا میشه داملا این احمق به این هم کالتا کلاس بودن شما را میدارد داملا من بعد از نماز با نزدیک کمیسر اونال رفته بیانات میدیم راحت باشید خوب نباشد شما روید من بیانات این ابله را گرفته زود میآیم آها گیرید داملا گیرید بیانات این احمق را گیرید مالش میگیرم برادر بخشی شد این دیوانه به خود آمد مگر حالا بیاناتش رو عوض میکنه همش تمام شد یا الله خاموش شو برادر خلاص شدی همش با خیر رسید همش تمام شد خاطر نشو از پس تو شده اون هیکلچه از استخوان دزدیده هم چی میشه خدا میدونه چند سال میشینه ما فراموشش با حافظه این کنون دیوانه اونقدر هم باور کردن در کار نیست بله تو هم احتیاط باش به تو نشونه فهمیدی تمام البته که مرا باور کن برادر جانم بله به تو باور کردم میتونم به تو باور کردم میتونم یک جان خاموشی است با کجا؟ با کجا میشه شوکت با مسجد من یک تورت کنم حاضر میام خانم حجرتان آنقدر هم کلان نیست مرا ببخشید آقای اکرم نه جانم این بسیار خوب و کلان است بس و خوب است این زیاد نمی شود مگر من میخواهم تا شما راحت کنید آخر شما اپای دامادی من میباشید همین خیلی نه؟ او هم از آمدن شما بسیار شاد است من هم بسیار شاد شدم شاد در کجایید شما؟ گم شدید کو؟ بینید مهمان آمده است یعنی پرسید که بیگان چی احتیاج دارد به حکومت کنید امروز کارم بسیار است مشغولم اینجا یک بوی میکند بوی بد بسیار غلیظ بخشش نفهمیدم آخر با این بوی غلیظ گشته ایستاده ای کو ای زنی بی تربیه خفه نشوید زنی بسیار بد است آخر چی کار کنم خودم را دوست نمیتوانم آقای اکرم تو مرا ببخش طاقت میکنم میکنیم تبریک میکنم خدا نگهبانت باشد تشکر سلامت باش خدا رحمتش کنه سلامت باشید سلامت خدا راضی باشد اکای ایرج امروز جنازه بوده است
بله من هم نمیدونستم جنازه بوده است. بخیر است آقای ایرج؟ جنازه است؟ بله دوملا جنازه بوده است. خیر دنیای گذراست چیکار کنیم؟ خدا رحمتش کنه. سلامت باشید. دوملا به کجا؟ کار دارم. دوملا نماز جنازه رو کی میخواند؟ با خدا که از جماعت یکم کس خواند. چون شما هستید نمیشود دوملا. آخر بیچاره یگان صاحب نداشته است. باز شما او را پرتفته نروید دوملا. چی کنم من؟ آخر من به درون خر نمیدرویم. درویم هم گناه او را کم نمیکنم. نه دوملا. آخر نماز جنازه رو شما خوانید گفتین. هجری در کجاست؟ طهارت کنی رفت دوملا. حاضر میآید. یا هجری همیشه در وقت در کاری نیست. مرحمت دوملا. خدا رحمتش کنه. شما دیدید بیا دوملا بیا بفرمایید. شما نزدیک میت هستید؟ نه یگان کسم نمیشود او را نمیشناسم. دیدم که در زمین خواب است آوردمش. بیچاره یگان صاحب نداشته است. گفتم به او صاحبی کنم. میدونه ثواب است. دوملا شما نماز جنازه را خوانید من باشم به صف بگذارم. چی گفتید؟ مرحمت. دوملا زیا پیش از نماز جنازه چخیل خواندنش را به ما نغزکت میفهمونید. ساختکار حالا میبینی که سیرت چخیل خوش میشود. میدانستم اما دویم نمیخونم فراموش کردم. یکی خطا فهمانم یا خدایا هجری در کجا یا خیر. بله محترم جماعت نماز جنازه انا نمیدونی آخی از 4 تکبیر عبارت است. از 4 تکبیر عبارت است. در تکبیر اول سبحانک را میخوانی. سبحانک را میخوانی. در تکبیر دوم باشد صالح بارید. صالح بارید. در تکبیر سیوم باشد دعای جنازه. دعای جنازه خونده میشود. دوملا زیا من دعای جنازه را نمیگم. پس نباشد تو دیگر چیز بخون. نمیشود برادر مگر این خیلی میشود. میشود نمیشود. سبحان الله. البته چون امام ساخته شود همه چیز میشود. در تکبیر 4 باشد و راست و چپ سلام دادن نماز جنازه را به آخر میرسند. شکری خدا نهایت یک چیز را میدانسته است. بله حالا یک جای نیت کنیم شخصانی که نمیتونند گفته‌های ما را تکرار کنند. نیت کردم برای نماز برای میت برای دعا 1 دقیقه. جماعت عزیز عجبا جنسیت شخصی میت چی باشد؟ مردینه. نمیدونیم دوملا. مرد هم بوده میتواند زن هم. در بالای تابوت متا هم نیست. متا میبود معلوم میشد. نمیدونیم دوملا. هیچ گپ ندارد. ما همچون زن نیت میکنیم اگر خطا باشه در اون دنیا اصلاح میشود. یا خدایا توبه مردینه من. بله چی شده ایستاده است؟ یگون کس گپ زده ایستاده است؟ یا مگر من از غیب یگون چیز شنیده ایستادم؟ نیت کردم به نماز دعا با نیت میت. همچون مرد نیت میکن. مگر از تابوت صدا من ایستاده چی؟ من عقلم رو خوردم؟ یا خدایا توبه از تابوت صدا آمد نگوید صدا از آنجا بود. باشد من دارم چی خیش شدم. یا خدایا مگر من در حقیقت مردم. یا توبه. من میروم زورو جون. بعد از مجلس باشد به خونه میروم. زهرو جونم بخیر است. این وقتا پریشان مینم و یگون گپ شده است. نه یگان چیز نشده است. من خودم همین خیلی. تو چی کار داری؟ با لوین یگان جا میروی مگر؟ نه جونم این چه علاقه دارد؟ ما با لوین تنها دوست هستیم. درباره حادثه های شوبهشون گپ میزند. تمامی حادثه های شوبهشون رو نقل میکند. مثلا کلتاکیلوس. بله محترم جماعت برای میتی در این تابوت خواب بوده حقتان را حلال میکنید؟ حلال میکنید؟ حلال میکنید؟ پس نباشد من هم حلال کردم. حلال بود. من نمیکنم. حقم را حلال نمیکنم. حتی یک نمازی جنازه را خوانده نمیتوانی. این دوملا ساخته است سلطکر. این همون دیوانه است. تو چی این خبر با استادم چسبیده ای؟ تو آدم را حتی با دوزخ هم میبری. حریف دیوانه. ای خدای توبه این مرده زنده شده دیوانه میشده است.
کمان رو لطو کنم ها؟ چی میگویی تو؟ چه خیلی لطو؟ ای حریف، او این خودش مرده است، بدنش گپ زده ایستاده است.